دوستان عزیزم سلام. میخوام در این ویدیو دو تا رشته فیزیوتراپی و پرستاری رو با همدیگه مقایسه کنم. برای این کار اول اومدم رشته فیزیوتراپی رو تعریف کردم، پرستاری رو تمرکزشون رو چیه، تو چه حوزه های کار میکنم، بازار کارشون و در آخر کدوم بازار کار بهتری داره، تو ترکیه شرایط چطوریه و همچنین در اروپا. به همین خاطر اومدم یک پاورپوینت خیلی جامع و کوتاهی رو برای شما آماده کردم. با من همراه باشید تا با همدیگه این متن‌ها رو بخونیم و براتون تفسیر کنم. اول میریم سراغ فیزیوتراپی. تمرکز فیزیوتراپی بیشتر بر روی سیستم حرکتی بدن و درمان مشکلات عضلانی و اسکلتی. چه دروسی رو میخونم؟ دروسی مانند آناتومی، فیزیولوژی، روش‌های درمانی فیزیکی، مانند الکتروتراپی و تمرینات. مدت تحصیلش هم در دوره کارشناسی 4 سال، ارشد 2 سال و دکترا هم 4 سال. محیط کارش کجاست؟ تو کلینیک‌های فیزیوتراپی، بیمارستان‌ها، مراکز بازتوانی، مراکز ورزشی و خیلی جای دیگه. نوبت پرستاری. تمرکز پرستاری مراقبت از بیماران در همه مراحل بیماریه. در ضمن مدیریت درمانه و در نهایت پشتیبانی از پزشکان. دروسش هم آناتومی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، روش‌های پرستاری، روانشناسی بالینی. مدت تحصیلش هم تو کارشناسی 4 سال، ارشد 2 سال و دکترا هم باز 4 سال. محیط کاری خیلی گسترده‌ای داره مانند بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، خانه‌های سالمندان، مراکز بهداشتی. اینا چند مورد. و مرحله دوم مزایای هر رشته فیزیوتراپی. ببینیم چه مزایایی داره. اولین مزایاش تخصص و عمق دانشه. فیزیوتراپیست ها در حوزه‌های خاصی مانند ارتوپدی، نورولوژی و ورزشی تخصص پیدا می‌کنن و در ضمن استقلال کاری هم دارن. این از مزایای فیزیوتراپی، استقلال کاری. اغلب فیزیوتراپیست ها می توانند به صورت مستقل و در کلینیک های خصوصی فعالیت کنند. این در مورد استقلال کاری بود. و در نهایت رضایت کاری. برای چی؟ مشاهده بهبود بیمار در اثر درمان های فیزیوتراپی که خودش انجام داده اغلب باعث رضایت شغلی بالاست. و در مورد مزایای رشته پرستاری، اولین مورد بازارکار وسیعه. یعنی چی؟ یعنی نیاز به پرستاران در تمام بخش‌های سیستم بهداشتی وجود داره، از جمله بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و خانه‌های سالمندان و غیره. دومین مزیتش تنوع شغلیه. پرستاران میتونن در زمینه‌های مختلفی مانند جراحی، کودکان، اورژانس، بهداشت و غیره فعالیت کنند. سومین مزیتش هم پایداری شغلیه. پرستاری یکی از رشته‌هایی که همیشه به اون نیاز وجود داره، به خصوص در بحران‌های بهداشتی که همیشه هست. و اما وضعیت کار در ترکیه و اروپا. در مورد ترکیه، برای پرستاری بازار کار خوبی وجود داره و نیاز به پرستاران همیشه وجود داره. با توجه به رشد جمعیت و افزایش مراکز درمانی، فرصت‌های شغلی زیادی برای پرستاران موجوده. اما فیزیوتراپی به نسبت پرستاری کار پیدا کردن در این حوزه کمی سخت داره. اما با تخصص در زمینه‌های مانند فیزیوتراپی ورزشی و یا بازتوانی پس از جراحی فرصت‌های شغلی بیشتری وجود داره. اینو یک کمی توضیح بدم. شما وقتی که پرستاری تموم کردید اغلب موارد میتونید خیلی راحت بدون داشتن تخصص‌های بیشتر وارد بازار کار بشید. ولی هر فیزیوتراپیستی نمیتونه کار پیدا کنه. یعنی شما که این رشته رو خوندید و به صورت کاربردی و تخصصی با اون آشنایی دارید، بله حتما کار پیدا میکنید، ولی نه صرف تموم کردن این رشته شما شانس چندانی برای پیدا کردن کارهای خیلی خوب نخواهید داشت. و اما در مورد اروپا، برای پرستاری در کشورهای اروپایی هم نیاز به پرستاران بسیار بالاست، به خصوص در کشورهای پیشرفته مانند آلمان و انگلستان که کمبود پرستار وجود داره. فرصت‌های مهاجرتی برای پرستاران نیز خیلی زیاد. اما برای فیزیوتراپی بازار کار نسبتاً خوبی وجود داره. ممکنه نیاز به تاییدهای خاصی برای کار در کشورهای مختلف باشه. چرا؟ چون پرستار کارش درمان نیست، ولی فیزیوتراپ یکم کارش درمانه. به همین خاطر چون کار پرستار درمانه
مستقل نیست، راحت میتونه مدارکش رو ارزشیابی کنه، ولی فیزیوتراپیست ها یکم مراحل داره. فرصت های شغلی برای فیزیوتراپیست های متخصص کاربلد در اروپا بیشتره. و نهایتاً به عنوان نتیجه گیری، در نهایت انتخاب بین فیزیوتراپی و پرستاری بستگی به علاقه شخصی، اهداف شغلی و وضعیت بازار کار داره. در حالی که پرستاری بازار کار وسیع‌تری داره، فیزیوتراپی هم میتونه فرصت‌های شغلی مناسبی فراهم کنه، به شرطی که تخصص‌های لازم رو کسب کنه.